حتما کف میکنید اگه بدونید خدا با اجزای تشکیل دهنده هسته خرما چند تا مثال تو قرآن زده. اولینش والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسایی که به جای الله میخونیدشون مالک قطمیر هم نیستند. قطمیر اینه پوسته خارجی هسته خرما. تمام امام ها و امامزاده هایی که به جای الله خونده میشن مالک قطمیر هم نیستند. دومیش والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، به اندازه فتیل در آخرت به شما ظلم نخواهد شد. فتیل اینه نخ وسط شکاف هسته خرما. سومیش و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، هر مرد و زنی که درست کار و مؤمن زندگی کنند وارد بهشت میشند و به اونها اندازه نقیر هم ستم نمیشه. نقیر اینه نقطه کوچیک پشت هسته خرما. این کتاب کلام خداست. تمام.